از نتیجه شگفت زده میشی. 2 تا شیشه تمیز بردار، داخلش پیاز نگینی خرد شده، گوشت گوسفندی، نمک و ادویه‌های داخل کپشن رو بریز. داخل یکی از شیشه ها 2 قاشق غذاخوری لپه خیس خورده و 1 قاشق رب گوجه، داخل اون یکی لوبیای خیس خورده و 3 قاشق غذاخوری سبزی قرمه سرخ شده، لیمو عمانی و کمی روغن اضافه کن. در شیشه ها رو محکم ببند و داخل قابلمه آب ولرم بریز و شیشه ها رو داخلش بذار. بعد روی شعله قرار بده و حدود 2 تا 3 ساعت زمان بده که بپزه. اصلا نیاز نیست داخل شیشه آب بریزی. در حین پخت 2-3 بار شیشه ها رو زیر و رو کن تا محتویاتش مخلوط بشه. اگه آب داخل قابلمه کم شد میتونی آب در حال جوش بهش اضافه کنید، چون اگه آب سرد بریزی شیشه ها میشکنه. با این روش میتونید با یه تیر 2 نشون بزنید و 2 مدل خورش پرطرفدار رو به راحتی آماده کنید، چون هیچ آبی بهش اضافه نشده و با حرارت غیر مستقیم پخته شده. خیلی لذیذ و خوشمزه میشه. توصیه میکنم حتما امتحانش کنید. نوش جان. اگه از اکسپلور اومدی بقیه پستای پیج شکم‌ها رو هم ببین. کلی ترفند و آموزش‌های جدید براتون گذاشتیم که مطمئنم به کارتون میاد.